آقا اینجا رو میبینید، استان بوشهر رو ما در این نقطه داریم، یه مرز تقریبا حدود 700 و فکر کنم 7-8 کیلومتر اینجا مرز آبیه با خلیج فارس. خوش به حالشون. همکاران خوبون در بوشهر آماده هستن و تصاویر خوب و عرض کنم اطلاعات خوب به شما خواهند داد. من اینجا دیگه صحبت نمی کنم. خانم صادق زاده، سلام علیکم، صبح شما بخیر. خوش به حالتون که کنار ساحل خلیج فارس هستید. در خدمت شما هست. الحمدلله الذی خلق اللیل و النهار به قوته. سهم کوچک من از وسعت سادگی سلام است، سلامی که سرآغاز دوستی هاست که نام پروردگار است. یه سلام ویژه کنیم به مردم کل کشور، به آذری های نازنین. از اونجا شروع میکنیم. سلام السون شهریارون الکسین انشالله آذربایجان باشی اوجا آذربایجان. سلام السون آذربایجان الینه چی داغ چی من هر زمان باش جا اولوپلار. یه سلام به شمالی های نازنین، به گیلن سبزپوش جواهر ایران، به گیل مرد و زنکانشان، به شالیزارا و به جارانشان. سلام دارم به مازرون، به بهشت ایرون، به ون مردمون که وشون دل مثل هراز او پاک و زلال استه، به کردهای دلیر، به قومی که اصیل بو کردکان، به مرزبانانی دلیر و نترس که بو پاراستنی خاک ایران گیان فدایان کرد، به لورهای غیور، به پیایلی که خین سیاوش من رگاسون جوشی زنه و به زنگلی که لالایی شوگارسون بیت علی مردونه. زبیر احمد و کوکیلو تا لکک کل بختیاری بنک تا بنک هممون که کاییم و دشمن ستیز، زن و مرد باغیرتیم خرد و ریز. به عربهای سرافراز تحییتی لشب عربی نبیلی و نبیلی فی ایران همه و همه هذه الارض فخور امتا لا یتم اقفه و نبلیها و کرم ضیافتها لای ایرانی جنوبی. به بلوچ های مهربان درهباد، به مردم اسپیدبچ و صافدل بلوچ، به مرزداروکان که هستن مایارجل و مهمان نواز و هوشتن ثروتی کول و پیمان. از اینجا جنوب غربی ایران نازنینمون بوشهر مهمان نواز و مهربان، به همه شما سلام. سلام علیکم علی اهل وطن، از شهر بوشهر چو میگویم سخن.